سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: رسیدگی به وضعیت زندانیان، تاجران و مهاجران افغان محور گفتگوی مقام‌های اندونزیا و افغانستان. نجات 2 کودک از چنگ آدمربایان در ولایت سرپل و شهادت 4 کودک نوزاد فلسطینی بر اثر سرمایه شدید در نوار غزه. امروز دوشنبه 22 ماه جدی سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی سعدالله بلوچ سرپرست سفارت افغانستان در جاکارتا با رئیس امور قنصلی، رئیس امور آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و رئیس حقوق بشر وزارت خارجه اندونزیا دیدار کرد. سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون وضعیت زندانیان افغان، چالش‌ها و مشکلات مهاجران و تاجران افغان، نحو رسیدگی انسانی به دوسیه‌ها و تقویت همکاری‌های قنصلی گفتگو کردند. همچنین دو طرف در این دیدار ضمن ابراز تعهد در مورد تحکیم روابط، توسعه همکاری‌های دوجانبه و ادامه تعامل سازنده بر اهمیت هماهنگی، تماس‌های منظم و حل مسائل در چارچوب قوانین اندونزیا تاکید کردند. قماندانی امنیتی ولایت سرپل میگوید که نیروهای امنیتی 2 کودک ربوده شده را در مربوطات مرکز این ولایت از چنگ آدمربایان نجات داده و به خانواده‌هایشان سپرده‌اند. بر اساس خبرنامه این قماندانی در پیوند به این قضیه 2 آدمربا نیز بازداشت شده و پس از تحقیقات اولیه به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. کار ساخت یک بند کوچک آب در ولسوالی المار ولایت فاریاب به ارزش بیش از 4,622,000 افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. وزارت آب و انرژی میگوید که با تکمیل این بند، آبهای زیرزمینی تقویت شده و زمینه آبیاری زمینهای زراعتی نیز فراهم می شود. و در اخیر سرمایه شدید، طوفان، بارش بارانهای شدید، نداشتن سرپناه، گرما و عدم دسترسی به نیازهای اولیه زندگی در کنار حملات بیرحمانه رژیم اسرائیل بر غزه از فلسطینیان این منطقه همچنان قربانی میگیرد. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که از ماه نوامبر 2025 میلادی تا اکنون 4 کودک نوزاد فلسطینی بر اثر سرمایه شدید در غزه شهید شدند. بر اساس گزارش آخرین قربانی سرمایه شدید در غزه نوزاد 2 ماهه به اسم محمد ابوحرید بوده که بر اثر سرمازدگی شدید در شفاخانه کودکان الرنتیسی شهید شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و ایکس.